همه چیز از اویل سرد می شود. وضع حالت پسیخواموشنالی و عصبانیتی عموما محیط درونی خانه سخت رولی کلان رو بازی میکند آینده در فرزند. گاه خیلی می شود که ما مهر و محبت و رفاقت خود را پس پرده روز میکنیم، اما بسیار حالت های نازک و جنجال و تلاش و خرخشه را در پیش نظر چشم کودک میکنیم. بعد از سن 3 ماهگی دوره حاملگی کودک علاقه آواز مادر رو میشنود و میشناسد و آواز پدر رو میشنود و میشناسد. علاقه همون آواز در معنی سرشکویی که جا میشود. ثانیاً با دوره تولد ما میدونیم کودک شکم مادر رو میزند، یعنی که علاقه شباهت میدهد و میگوید که من در اینجا هستم. یعنی که علاقه یکم قدمش همین که شخصیت خودش رو نشان میدهد و آهسته آهسته با برابری دوره حاملگی رفتن برای چی ما از این دور سر کردیم؟ برای اینکه گیگینه ما میگیم گیگینه روحی هست و گیگینه جسمانی هست. گیگینه روحی و جسمانی را مادر باید در درجه اعلی نگاه دارد. باید هم تازگی را رعایت کند و هم وضع حالت تازگی درونی روح و روانی و فکر و عقیده‌اش را. برای چی؟ برای اینکه اون عقیده و اون اندیشه ها و اون خیال های مادر توسط خون که غذای اساسی برای کودک برای رونق یافتنش هست توسط همون می رود. برای چی؟ برای اینکه در وقت هیجان و وهم و واهمه و ترس و هراس دیدن و غشیان ها و قهرها و جهل ها در ارگانیسم ما گرمان ها پادشاهی میکنند و این گرمان ها توسط خون از مادر به فرزند می رود و آینده وضع حالت پسیخولوژی کودک چگونه میشد از این بسیار وابستگی کلان دارد. بنابراین ما از زنهایی که عهد میکنند که فرزند به دنیا میآورند خواهش میکنیم که وضع حالت پسیخولوژی خود را در دوره حامله‌داری نگاه دارند، محیط خانه را آرام و آسایش گردانند و البته ما میخواهیم که پدر مادر و نه فقط پدر مادری که آینده من گویم که فرزنددار میشن و هم نزدیکانی که در همون محیط زندگی میکنند وضع حالت پسیخولوژی رو در مادر درست نگاه دارند.